السلام علیکم حضرت داملا. ما 8 نفر هر جمعه از دوشنبه جمعه شما میاییم، فقط برای سخنهای شیرین شما و حقیقت را بیان کردن شما. ما را میگویند که چند مسجدهای را که میگذرید 10 ثوابتون کم و 10 گناه نوشته میشود. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ مثلا این بیچاره از اونجا تا اینجا را آمدن، اگر 200 مسجد گذرد، تصور کن 10 ثوابی قدری 2000 ثواب کم 2000 گناه نویسانده می شود. کدام آدم مثال گویم خیلی برای اینا فتوا داده باشد که فتواش البته از روی کتاب نیست، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من تطهر فی بیته ثم مضى الى بیت من بیوت الله. ببینیم هر کسی در خانه طهارت کرد، بعد از آن قدم زد به سوی ببین بیوت من بیوت الله، به سوی خانه از خانه های خدا. نگفت مسجد محله، نگفت مسجد شهر، بلکه گفت به خانه از خانه های خدا، نابسته در کجای نباشد. ببینید بیوت من بیوت لیقضی فریضه من فرائض الله. مقصدش چی بود؟ رفته موعظه را گوش میکنم، پس گشته به خانه میام. پیغمبر خدا گفتند برای این گونه شخصی که اراده کدام مسجد داشته باشد، اکنون این روز بچه ها اراده دارن که جای می رویم که اونجا صحبت باشد، جای می رویم که اونجا گویم که مسئله ها از روی حقیقت اسلام حل شود. پس با این خواهش وقتی که آمدن، خدا برای اونها چی مکافات می دهد؟ لیقضی فریضه من فرائض الله کان خطواته احداها تحط خطیئه والاخرى ترفع درجه. خداوند گفت قدم اولی که گذاشتی همه خطاات خدا نابود کرد، قدم دومی تو مرتبه تو را در جنت بلند کرد. به این خاطر دادر عزیز تو انشاءالله مرتبه ساعت به ساعت در جنت بلند میشد. هیچ وقت این معنای را ندارد تو ثواب میگیری، تو پاداش میگیری. خب به نیت خیر بیای با گناهگار شوی. خب الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به درجات اسباغ الوضوء علی المکاری و کثرت الخطا الی المساجد. حبیب خدا با بیان کردن آیا شما را دلالت کنم به یک عملی که اگر چند زنید خدا خطاهاتون میبخشد، مرتباتون در جنت بلند میکند. گفتن چیست؟ گفتن کسی که قدم زیاد به مسجد میزند خودش دلالت بر همین میکند. حتی بینین همو بنی سلمه، حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. بنی سلمه وقتی که اطراف مسجد پیغمبر خالی شد، اونا گفتن که میرویم در پهلوی پیغمبر خدا خانه میدازیم، پهلوی مسجد. وقتی این آوازه به پیغمبر خدا رسید، به نزد بنی سلمه رفت. چی گفت؟ گفت بلغنی انکم یا انکم تريدون ان تنتقلوا الى قرب المسجد. من خبردار شدم که شما خانه هاتون می پرتاین و پهلوی مسجد ما آمده خانه میکنین. گفتم بله ای حبیب خدا، همچنان اراده داریم. رسول اکرم چی گفت؟ یا بنی سلیمه دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. ببینید گفتن جان من شوین، از جاتون نجنبین. همین راهی دوره که شما بین مسجد و بین خانه شما مسافه که هست، خدا در هر قدم تو حسنات نویسانده میکند. نزدیک نیا که از این حسنات محروم میشوی. این دور آمدن ثواب دارد، این پاداش دارد، این هیچ وقت گناه ندارد. دادر عزیز یکم سوالش این سوال شما آمده است که ما در خوابگاه دانشگاه اگر با تگی تروسی در طهارت خانه طهارت کنیم درست است یا نه؟ مثلا بعضی آدمی هست که تای تروسی و تای میکه حمام می‌دراید، اما طهارت خانه درون خانهش می‌دراید. به همون اگر طهارت کند بله طهارتش درست است، با که نداره درست میشه طهارت. فقط عبادت با او درست نمیشه. مثال نماز خواندن با او درست نمیشه، طهارت کردن درست میشود. خب و در دوام گفته است که اگر روزای جمعه ما با پول یا با دروغ گفتن معلم اگر در درس ها اشتراک نکنیم جمعه آیم گناهگار میشویم یا نه؟ برادر عزیز و گرامی، اون یک مصرع شعری بود از یادم کمی رفت
بسیار مطابق و مناسب بود. هر که از عالم گریزد در جهان، ببین، هر که از عالم گریزد در جهان، او ز دولت می گریزد این بدان. مقصد شما وقتی که از درس های خود می گریزین، ولی امروز برادرای ما در همین مسجد اشتراک دارند، بسیارش معلمان را دروغ میگویند، یا با طریق پول، چگونه این برادر ما گفته است، یگان مبلغ میدهند، خب یا از درس اشتراک نمیکنند، آمده جمعه شو نمیخوانند. دادر عزیز، من چند بار گفتم برای شما، من خودم در مکتب به باهای خوب و اعلی خواندگیم. باور کنین ما در اما اتستادمون 3 نداریم، ما غمگین میشدیم که 3 میگرفتیم. و من گفته بودم به شما، من محب و دوستدار همان جوانی هستم که از نام او از مکتبش من رحمت نامه شنوم، یا رحمت شنوم که خوش به حالت داملا که همون بچه در محله شماست یا در مسجد شماست، بسیار بهای خوب و اعلی دارد، اخلاق حمیده دارد. برای همین دادر عزیز، وقتی دروغ گفتی تو دروغگو هستی، مبلغ دادی، در این مبلغ پیشگاه خدا تو جوابگر هستی. برای همین در همون دانشگاه، در همون مکتب خودت، همون ساعت درسی که است اشتراک کن، دادر درس بخوان، برابر ثواب جمعه را تو در پیشگاه خدا میگیری. برای شما خدا باز نماز دیگر در روز جمعه داد است. خلیفه نماز جمعه نماز پیشین است. بیا نماز پیشین تا بخوان، در دلت که محبت جمعه را داری، خدا همین ثواب برای تو میتید. ما از این میکروفونا اینقدر داد میگوییم که علم دنیا علم خداست، علم آخرت علم خداست. پس امروز که ما شما را از درس ها باز داریم، درس ها در نروین، مسجد آین، پس این دولت ما و شما را کی آباد میکنه؟ این جامعه ما و شما را کی آباد میکنه؟ و هر یک ملک همون آدم خودش آباد میکنه. برای همین دادر عزیز، همیشه در درساتون اشتراک کنید. پدرها و مادرها شما خیلی نظارت کنین، سخنای ما را برده رسانین. من جانبدار هستم که او در روز جمعه در مکتبش درس خوانه، معلمش احترام کنه، معلمش دروغ نگوید، خوان درس خوان به فایده جان خودت است. ببین شاعر چی گفت؟ هر که از عالم گریزد در جهان، او ز دولت می گریزد این بدان. تو از دولت می گریزی، از دولت معرفت، از دولت معنی، از دولت دانش و فهمیش تو می گریزی. چی معنی دارد این؟